الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه، أو كما قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله سبحانه و تعالی را سپاس گزاریم و الله سبحانه و تعالی را سپاس میگوییم که برای من و شما توفیق عبادت و توفیق بندگی را ارزانی فرمود. اینها توفیقات الله است که شامل حال من و شما شده است که ما در خانه الله جمع شویم و الله سبحانه و تعالی را سجده کنیم، عاشقانه و مخلصانه او ذات اقدس الهی را عبادت نماییم. اینها توفیقات الله است. مگر انسانهای زیادی هستند که الان نه به فکر نماز هستند نه به فکر عبادت هستند، بناهن توفیقات الله شامل حال آنها نشده و آنها هم دنبال توفیقات الله نرفتند. کسی که به راه هدایت روان شود، الله سبحانه و تعالی راههای خیر و فلاح و رستگاری را به رویش باز می کند. سروران عزیز و بزرگوار، بحث ما ارتباط به مسئله تعطیلات زمستانی و ارتباط به رخصتی ها هست که بعضی از فرزندان من و شما که در صنوف پایین قرار دارند مکاتب رخصتی شده و در طی این هفته صنوف دیگر هم در حالت رخصتی هستند. بناهن مسئولیت والدین در قبال فرزندان چیست و همچنین خصوصا در این موسم زمستان فرزندان که راهی مکتب نمی شوند مسئولیت والدین چی هست و آنها چی باید بکنند و چی مسئولیت والدین دارند. بزرگترین امانت به دست انسان فرزند انسانه. بزرگترین امانت و مهمترین امانت به دست مسلمان اولاد مسلمان هست. ولی بعضی انسان ها فکر میکنن که فقط همین اولاد که
لباس بپوشان و غذا بدی، همین وظیفه و مسئولیت والدین هست و بس تمام. آیه قرآن برای ما و شما تعلیم میدهد یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای مسلمان ها، ای مؤمنین، ای کسانی که ایمان آورده اید، من و شما را مخاطب می کند. قوا انفسکم و اهلیکم، نگاه دارید، حفظ کنید خود را و خانواده خود را از آتش جهنم. تنها ای انسان خودتو تنها خود را حفظ کن، نه کسی که تو در نماز جمعه آمدی متوجه باش که به نمایندگی از یک فامیل آمدی به نماز جمعه، یعنی به نمایندگی از مادر و خواهر و همسر و بالاخره متباقی فامیلی که داخل خانه هستن، تو نمایندگی از اونها میکنی، نمایندگی از اولاد آمدی، نماینده بالاخره فامیل هستی. قوا انفسکم، حفظ کنید خود را و خانواده خود را. از چی؟ از آتش جهنم. آتش جهنم چگونه آتشی هست؟ قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس الحجارة علیها. آتشی که آتشگیری جهنم سنگها هست و انسانها هست. آتشی که آتشگیری انسان، آتشگیری جهنم انسان باشه و سنگها باشه، چقدر سخت است. علیها ملائکتون، بر این جهنم ملائکه هست که غلاظ شداد، اینها خیلی غلیظ القلب، یعنی بسیار با خشونت هستند. شداد، بسیار ملائکه‌ای که سخت و بالاخره سخت کننده عذاب هستند. شداد غلاظ لا یعصون الله، نافرمانی الله را نمی کنند. ملائکه‌ای که در جهنم مقررن بسیار ملائکه خشین، بسیار ملائکه سخت و بسیار ملائکه‌ای که از الله فرمان بردار هستند. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، آنها فعل میکنن آنچه که به آنها دستور داده شده، یعنی به هر ترتیبی که گفته شده که این انسان را عذاب کن، او ملائکه عذاب میکنن. دل اینا نمیسوزه، ملائکه این که بالاخره خیلی سخت و خشن و اینهاین. به همین ترتیب پس از این جهنم الله سبحانه و تعالی میگه ای انسانها تنها خود را حفظ نکنیم، تنها به این فکر نباشیم که ما به نماز جمعه بریم، توبه کنیم، تضرع داشته باشیم، زاری کنیم، ولی بالاخره فرزند ما هر جا که میخواه بره، فامیل هر جا که میخواه بره، یا مثلا دختر بی حجاب مایه باشه یا مایه با حجاب باشه. به همین ترتیب بدون ضرورت فامیل به بازار بره و بیایه و به همین ترتیب حجاب اسلامی رعایت بکنه یا نکنه، ولی انسان به فکر ازی باشه که خود را حفظ بکنه. چنین برنامه قرآن تایید نمیکنه، میگه نه ای انسان مسلمان خود را حفظ کن و خانواده خود را از آتش جهنم حفظ کن و نگه دار. حدیثی که تلاوت شد رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ابن عمر میگه از رسول الله شنیدم که میفرمودن کلکم راع، همه شما شبان هستید، چوپان هستید. هر انسانی که در دنیا زندگی میکنه متوجه باشه که مسئولیت داره. و کلکم مسئول عن رعیته، شما مسئولیت داریم با اون رعیتی که زیر اثر شما هست. تنها ما فکر میکنیم که ما جامعه رعیت دولت هستیم و دولت مسئولیت داره. هر کس به ترتیب خود و به اندازه خود مسئولیت داره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند الامام راع و مسئول عن رعیته. امام از سلطان گرفته، پادشاه گرفته، بالاخره تا امام مسجد، این مسئولیت داره نسبت به مقتدیان خود، نسبت بالاخره به رعیت خود که حاکم و پادشاه و اینها هست.
والرجل راع، مرد مسئولیت داره، مرد شبانه، چوپانه. کجا مسئولیت داره؟ فی اهلیه، در خانواده خود مسئولیت داره. این که الله میگه الرجال قوامون علی النساء، مردها سرپرست هستن، این سرپرستی به عنوان اینیه که مرد در بالآخره فضیلتی رو به نزد الله نشان بده. این فضیلت دنیایی و فضیلت بالآخره اینه که مرد سرپرست خانواده تا اینکه خانواده به هم نریزه، از خانواده کنترل درست و صحیح داشته باشه، متوجه فرزندان، متوجه اولادها، متوجه زن و فرزند و اینها باشه. و مسئول عن رعیته، این مرد مسئولیت داره در رعیت خود که خانواده باشه. والمرأة راعیة، زن هم مسئولیت داره، زن هم شبان هست، چوپان هست فی بیت زوجها و مسئولت عن رعیتها. زن داخل خانواده که هست مسئولیت داره که از اولاد درست و صحیح مراقبت کنه، از مال شوهر و به همین ترتیب از ناموس و از اینها باید درست و صحیح رعایت بکنه، به حفاظت داشته باشه. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله، این فضائل زنان نیک هست که آنهایی که صالحن، فالصالحات قانتات حافظات، کسانی هستند که از مال شوهر و از ناموس شوهر، بالآخر از اولاد شوهر درست و صحیح حفاظت و حراست میکنن. پس زن هم مسئول شد، زن هم شبان و بالآخر چوپان شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند والخادم راع، کسی که در جای خدمت میکنه او هم مسئول هست فی مال سیده و مسئول عن رعیته. کسی در یک جای نگهبان هست، کسی در یک جای خدمت میکند، او هم مسئولیت دارد، باید متوجه باشد از او وظیفه‌ای که به او سپرده شده درست و صحیح بالآخره حفاظت و حراست داشته باشد. بعد ادامه حدیث میفرمایند فکلکم راع، پس همه شما مسئول هستید، همه شما مسئولیت دارید و مسئول عن رعیته. پس بناهن همه ما و شما باید در دنیا مسئولانه زندگی کنیم، به حالتی زندگی کنیم که از ما پرسان می شود. اگر برادر بزرگتر هست باید احساس مسئولیت کند که برادرانی که از من کوچکتر و خردتر و اینها هستند متوجه آنها باشم. اگر پدر هست متوجه بالآخر اولادها، اگر مادر هست متوجه. به همین ترتیب میرسه تا حاکم و والی و قماندان و تا رئیس جمهور، و به همین ترتیب هر انسانی باید احساس مسئولیت کند. پس بناهن صحبت ما ارتباط به مسئولیت والدین در قبال فرزندان همیشه، خصوصا در این موقع تعطیلی ها که سه ماه که هر ماه 30 روز حساب بکنیم، 90 روز، هر روز 24 ساعت حساب بکنیم، سعی کنیم چند ساعت اگه این فرزندان ما در این 3 ماه بی سرنوشت به کوچه و بازار و این طرف او طرف بگرده، چی عواقبی به دنبال خواهد داشت. که بدبختانه متاسفانه که امروز در هرات آمار این مسئله گناه و فساد و زنا و اینها که یک طرف، آمار معتادین در هرات بیش از 60,000 انسان اعلان کردن. 60,000 نفر وقت معتاد باشه، این فرزند ما سالم به کوچه وقتی که بره پس سالم به خانه برخواهد گشت اگر والدین متوجه نباشند. بناهن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری میفرمایند مروا اولادکم، امر کنید اولادهای خیش را، فرزندان خود را امر کنید. وقتی میگم فرزندان، پسر و دختر شامل هست. امر کنید فرزندان خیش را به صلات، به نماز امر کنید. چی وقت به نماز امر کنیم؟ و هم ابناء 7 سنین، وقتی که به سن 7 سالگی میرسن آنها را به نماز امر کنید. بلند شو بابا جان نماز بخوان، وقت نماز هست، این نماز ظهر است، این نماز عصر است، این نماز شام هست. به همین ترتیب نماز صبح چند رکعت هست، نماز عشاء چند رکعت هست، ظهر چند رکعت هست. در این موقع امر کنید که 7 ساله میشن.
واضربوهم علیها وهم ابناء 10. زمانی که فرزندان شما 10 سال شدن و اگر نماز نخواندن آنها را تنبیه کنید. واضربوهم یعنی بزنید ایشان را، نه آن زدنی که باز خسته بشه و بالآخر دل سرد بشه. هر انسانی میدانه که چگونه فرزند خود تنبیه کنه در این راستا. بناءً ادامه حدیث میفرمایه و فرقوا بینهم فی المضاجع. متوجه باشید که از 10 سالگی خوابگاه فرزندان خود را جدا کنید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که وقت دو پسر هست و یا دو دختر در سن 10 سالگی که قرار میگیرن باید جاهای اونها جدا باشه. به این فکر نباشیم اینها برادر هستن، اینها دو خواهر هستن، بناءً تا این که هم آداب اسلامی را یاد بگیرن و از او وسوسه های شیطانی هم محفوظ بمانند. بناءً باید ما متوجه باشیم که فرزندان خود را در 7 سالگی به نماز تشویق کنیم و در 10 سالگی آنها تنبیه بشن و در سن 10 سالگی خوابگاهی آنها جدا باشه. حداقل اگر نمیتوانیم هر کدام بالآخر خانه مخصوصی داشته باشند، به همین ترتیب جای نا 100% جدا باشه، نالین اونها جدا باشه. به همین ترتیب چون اینها را پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی بیان کردن یقین میدانیم که اگر دو برادر و یا دو خواهر به همین ترتیب زیر یک لحاف و یک جا و اینها بخوابه عواقب خطرناکی خواهد داشت. ارتباط به مسئولیت والدین در قبال فرزندان هست. حالا ارتباط به خطرهایی که فرزندان ما را تهدید می کند، خطرهایی که امروز فرزندان ما را تهدید می کند و باید والدین متوجه باشند، خصوصا در این موقع تعطیلی ها، در این موقعی که بالآخره گفتیم که 3 ماه 90 روز حساب بکنیم، هر روزی 24 ساعت، به همین ترتیب چی حالتی خواهد آمد و چی خطرهای پشت سر فرزندان ما هست. قبل از این که خطرها را بیان کنم، مسئولیت والدین یا مسئولیت انسان در قبال فرزندان از آیات قرآن یک مرور مختصر داریم. قرآن عظیم الشان خانواده ها خیلی متوجه می سازد و انسان ها متوجه می سازد که ای انسان ها متوجه اهل و عیال خود باشید. آیه قرآن می فرماید قو انفسکم و اهلیکم نارا. یک آیه از آیات قرآن، حفظ کنید خود و خانواده خود را از آتش جهنم. آیه دیگر الله می فرماید و امر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. امر کن ای پیامبر و امر اهلک، خانواده خود را به نماز. اگر خانواده انسان نماز نخوند، انسان به دیگه کس بگه چرا خانواده تو و فامیل تو نماز نمیخوانه، واقعا مؤثر واقع نمیشه. اگر فامیل خود انسان بی‌حجاب بود و فامیل دیگر انسان ها گفت که چرا فامیل شما بی‌حجاب هست، خب یقینیه بر انسان میگن که تو رو فامیل خود را اصلاح بکن. قرآن چی میگه؟ ای پیامبر و امر اهلک بالصلاة، امر کن خانواده خود را، خانواده را بساز اول. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اولین کسی که به اسلام دعوت میکنن حضرت خدیجه الکبری رضی الله تعالی عنها. حضرت خدیجه الکبری ایمان میارن، اسلام میشن. بعد از حضرت خدیجه الکبری حضرت علی کرم الله وجهه که طفل 10 ساله در خانه رسول خدا بزرگ شده بودن و زندگی میکردن، آنها ایمان آوردن. زیدی که پسرخوانده رسول معظم اسلام بود، او بعداً ایمان میارد، از جمله غلام ها که هست. از بیرون رفیق و دوست نزدیک پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق بود، بعداً اونها ایمان میارن. تا این که کسی نگه که ای پیامبر تو برو بالآخر فامیل خود اصلاح کن، نه، پیامبر میگه فامیلم اصلاح هست، خدیجه الکبری اصلاح هست، حضرت علی اصلاح هست، دوستی که من در بیرون دارم صدیق اکبر اصلاح هست، غلام یا پسرخوانده که در خانه من هست زید اصلاح هست. اینه که آیه قرآن میگه و امر اهلک بالصلاة، خانواده رو بساز، امر کن به نماز. آیه دیگر میگه و انذر عشیرتک الاقربین، بیم بدی خانواده و نزدیکان خود.
اینا همه اصلاح خانواده هست، اینا همه اصلاح و مسئولیت انسان در قبال خانواده هست. آیه دیگر میفرماید حضرت لقمان حکیم چی میگوید؟ یا بنی، ای بچگک من، اقیم الصلاة و امر بالمعروف، ای بچگک من نماز بخوان. اقیم الصلاة، نماز برپا بدار. ببینیم بچه خود را، فرزند خود را متوجه میسازه. اول آیه دیگر میفرماید قل بگو ای پیامبر. به کی بگو؟ لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اول برای زنان خیش بگو که حجاب بگیرن. اول به زنها که گفتی، بعد دختران خود بگو که حجاب بگیرن. مرحله سوم و نساء المؤمنین، برای زنهای مؤمن بگو. به همین ترتیب اول که بیان میشه ارتباط به زنان پیامبر، دختران پیامبر، و بعد نساء المؤمنین بیان میشه. پس باید ما متوجه خانواده، متوجه اهل و عیال خود باشیم. آیه دیگر هست و کان یأمر اهله بالصلاة. پیامبر چی امر می کند؟ بود که امر می کرد خانواده خود را به نماز. آیات دیگری و آیات زیادی ارتباط به مسئولیت انسان در قبال خانواده هست. حالا خطرهایی که فرزندان ما را تهدید می کند چیست؟ به طور خلاصه و فشرده میگذریم. خطر اول اینه که مسئله بی برنامگی. اگر فرزند ما برنامه نداشت، اگر فرزند ما بالاخره اوقات خالی داشت، خب مجبور بالاخره بره یک طرف دیگه، بازار بیکار بگرده، کوچه بیکار بگرده و به همین ترتیب. پس خطر اول اینه که چی؟ مسئله بی برنامگی که این متاسفانه در جامعه ما و شما اکثرا همیتونه. اصلا ما معلوم نیست چه کار میکنیم، چی وقت درس میخونیم، چی وقت مطالعه میکنیم، چی وقت کار میکنیم، چی وقت عبادت میکنیم، چی وقت بالاخره میخوابیم. لحظات ما و تقسیم اوقات ما برابر نیست. بناهن خطری که فرزندان ما تهدید میکنه مسئله بی برنامگی. دوم خطر دوستان و رفیقان بد که این هم در بین جامعه ما کم کم نفوذ کرده. به همین ترتیب آهسته آهسته به گوش فرزند ما میخوانن و به همین ترتیب نگاه میکنیم یا معتاد شد خدای نخواسته، یا شرابی شد، یا به کارهای زشت و ناروا. او کی میکشانه؟ رفیقان بد، دوستان بد. این نگیم که همین 3 ماه هست و باز میره مکتب و به همین ترتیب. انسان اگر خراب شد به یک روز هم خراب میشه. اگر انسان متوجه فرزندان خود نباشه به یک روز هم او انسان فریب میدن. بناهن همان است که میگه که با بدان منشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند. لکه ابر، یک تکه ابری می آید آفتابی بدین بزرگی را ناپدید کند. آفتابی که چند بزرگه، یک لکه ابری می آید کلن پیش رو آفتاب می گیره. پس بناهن باید که این خطر را متوجه باشیم که دوستان بد و رفیقان بد خطر بزرگی که فرزندان من و شما را تهدید می کند. دیگر سوم اینه که خطر فیلم های مبتذل، سریال های مبتذل، خوندن های مبتذل، اینها باید متوجه باشن والدین. فرزند چی نگاه میکنه، چی میبینه، کدام کانال تلویزیون رو به همین ترتیب مشاهده میکنه. این سومین خطر هست. زمستان هست، موقع تعطیلی هست، خیره بچه 9 ماه درس خوانده باشه یک فیلمی هم که نگاه کرد، نه، یک فیلم مبتذل گلاس زهریه که بر حلقوم نوجوانان و فرزندان و اینها ریختانده میشه. چهارم خطر موبایل که این دوستا خوب متوجه باشن. موبایل یک وسیله که انسان از او باید در راه مثبت استفاده کنه، ولی امروز متاسفانه که به دست نوجوانها و بعضی از جوانها که قرار گرفته، بر علاوه که مثبت استفاده نمیشه، سر تا پا او آله شیطانی گشته.
داخل یک موبایل 100 رقم فیلم مبتذل، 100 رقم بالآخر حرفهای بیجا و اینها نهفته هست. این خطر خیلی خطر مهمی هست که این مسئولیت والدین هست. بعداً راههای حل را بیان میکنیم. پنجم اینه که خطر اینترنت شاید اکثر برادرها دسترسی نداشته باشند، ولی او فامیل هایی که دسترسی دارن و فرزندان اونها به اینترنت دسترسی دارن باید متوجه باشند که اینترنت اگرچه او هم یک وسیله که در راه خیر و شر استفاده میشه، ولی این میدانیم که 100% یک جوانی که در او زهد و تقوا و پرهیزگاری نباشه از او مثبت استفاده نمیکنه. اینترنت خود از او یک آله شیطانی هست، ولی او انسانی میخواد که او آله قرآنی و یا رحمانی بسازه. ولی خیلی هم مهمه که باید متوجه باشند. این خطرهایی هست. امروز در کوچه و بازار دکانها هست اینترنت، چقدر شاید 20 افغانی یا 30 افغانی جوان میره داخل میشه داخل دکان، اینترنت رو باز میکنه. اینترنت یعنی به تمام دنیا داخل شدن. بعد انسان از طریق اینترنت میتونه 100 گناه و معصیت و گناه کبیره و اینها را بالآخر انجام بده. به همین ترتیب زنای چشم صورت میگیره، زنای گوش صورت میگیره، به همین ترتیب. ولی انسان دانسته و فهمیده و با تقوا از داخل اینترنت میتونه هم خوب هم استفاده کنه. بنابراین این مسئولیت والدین هست. چون وقت ما رو به اتمام هست، به طور خلاصه و فشرده راههای نجات از این خطرها را بیان میکنم. وقتی که اینها را دانستیم که اینها خطرهایی که فرزندان ما را تهدید میکنه، راه نجات از این چی هست؟ راه نجات اول اینه که نوجوانان و جوانان خود را و فرزندان خود را با الله آشنا بگردانیم. وقتی جوان ما و نوجوان ما با الله آشنایی پیدا کرد و الله را شناخت و الله را حاضر و ناظر دانست، او هیچ وقت گناه نمیکنه. اگر موبایلی هم داره مثبت استفاده میکنه، اگر اینترنت هم داره مثبت استفاده میکنه و به همین ترتیب دوست و رفیق و اینها را هم میشناسه. چون میدانه که انسانی که با الله ارتباط برقرار کرد او دنبال دوستان الله میگرده، دنبال انسانهای صالح میگرده. بناهن راه نجات از این خطرها اینه که فرزندان خود را با الله آشنا کنیم. چگونه آشنا؟ همه ما و شما در خانه وقتی که بعد از نماز عشا قرار میگیریم از فرزندان خود پرسان بکنیم که بالآخره مسئله بنده کی هستی؟ با الله چی بندگی کردی؟ الله تو را به چی واسطه خلق کرده؟ بهشتیه؟ دوزخیه؟ اگر تو اطاعت از الله کردی به بهشت میری، اگر نافرمانی الله را کردی به دوزخ میری. بناهن شما ببینیم از بس که برای ما تبلیغات شده، از یک نفری موتر از او پلیت نداشته باشه به شر میره بسیار ورخطا و پریشان، چون میفهمه اور که ترافیک بگیره جریمه میکنه. اگر گریف بالآخره به محبس و یا زندان و یا به همین ترتیب بسیار پریشان و هراسان. ولی یک انسان گناه میکنه چهرهش هم تغییر نمیکنه، گناه میکنه پریشان هم نمیشه. چرا؟ به خاطر که الله را نشناخته، عذاب الله را هم نشناخته، راحتی که الله برای از او آماده کرده او را هم نشناخته، بهشت هم نفهمیده، دوزخ هم نفهمیده. اگر فرزند ما بفهمه که پیامبر اسلام میفرمایند اگر یک پیراهن جهنمی به آسمان دنیا آویزان بشه، از بوی و تعفن او پیراهن دیگه در روح زمین زندگی نمیشه، آیا این جوان دیگه گناه میکنه که او پیراهن به تن از او بشه به روز قیامت؟ آیا دیگه او آماده میشه که گناه کنه؟ اگر او بهشت در بفهمه که در بهشت ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، آنچه که نفسها اشتها کنه هست، هرچی که دلش بخواه هست، آیا او دیگر به طرف گناه و معصیت میره؟ اگر او انسان بفهمه که داخل قبر ماری به سراغ انسانهای بینماز میآیه که اگر اون مار زمین رو بگزه دیگه از زمین گیاه نمیرویه، آیا او دیگه نماز ترک میکنه؟ بنان این وظیفه و مسئولیت والدین هست، وظیفه و مسئولیت بالآخره پدران و مادران هست که اولادار متوجه بسازند. دوم از راههایی که نجات پیدا کنه، فرزند بیکار نگذارید. وقتی اولاد بیکار شد
از بیکاری انسان به 100 فتنه و فساد گرفتار میشه. حالا نمیگم که جوان بیکار نگذارید بالاخره کارهای شاق‌تر به سر از او انجام بدید، نه، منظور اینه که تقسیم اوقات فرزند خود را درست کنید. از این ساعت تا این ساعت بابا درس بخوان، از این ساعت تا این ساعت تفریح کن. تفریح تو چگونه تفریح باشه؟ مطابق به شرعی باشه. کجا تفریح میکنی؟ با کی تفریح میکنی؟ چگونه تفریح داری؟ پس بناهن بیکاری اولاد به وجود آوردن او خطرها هست. پس اولاد که بیکار نمان او تقسیم اوقات منظم و درست داشته چی می شود؟ اولاد صالحی می شود. سوم اینه که مسئولیت والدین هست، حد اقل لا اقل 1 شب در میان 2 شب در میان فرزند خود را صدا کنن بابا موبایل خود را بدی، 1 مرتبه موبایل چک بشه. داخل موبایل ها آنقدر مبتذل جا گرفته، آنقدر جا گرفته که به هیچ عقلی و به هیچ فکر برابر نمی آید. کسی آمد بالاخره از یکی از دوستا قصه کرد و بالاخره داخل موبایل از او گفت که وضعیتی بوده که به هیچ حالتی برابر نمی آمده. بناهن پدر مسئولیت داره که این موبایل چک بشه. او برادری که اینترنت داره، پدر از او و بالاخره برادر بزرگتر از او اینترنت از او چک بکنه. چهارم راههای نجات از این خطرها اینه که فرزند ما دوستانی داره، دوستانی در مدرسه داره، دوستانی در مکتب داره، دوستانی از همسایه ها داره، دوستانی از بازار داره، دوستان از او شناسایی بشه. وقتی که میگم پدر و مادر چوپان چی وظیفه داره؟ چوپان وظیفه اینه که بالاخره از این رعیت خوب بالاخره درست و صحیح حفاظت کنه. بناهن متوجه بشه که این فرزند با کی می نشینه، با کی حرف میزنه، بچه همسایه چگونه بچه هست، بچه بازاری چگونه بچه هست، بچه که همراهی و به مکتب میره چگونه هست. به همین ترتیب این راههای نجات از او خطرهای بزرگ هست. پنجم اینه که برنامه بچه در این موسم زمستان باید متوجه باشیم که الحمدلله در شهر کورس های هست، علوم مختلف خوانده میشه، علوم دینی خوانده میشه، علوم اسلامی خوانده میشه. به همین ترتیب فرزندان خود را بفرستیم طرف کورس ها، ولی متوجه باشیم که کورس های هم هست که ضد عقیده اسلامی کار میکند. متوجه باشیم که فرزندان ما باید به چنین کورس های نره که عقیده اش خراب بشه، باورش خراب بشه. به همین ترتیب متوجه باشیم که چگونه معلمی هست و چگونه عقیده داره معلم و اینها. خصوصا در این 3 ماه تعطیلی بر سر علوم دینی و قرآنی و شرعی فرزندان خود تلاش بکنیم، پیش امامای مساجد روان بکنیم، در مدارس دینی روان بکنیم، در کورس هایی که درس قرآن و قرائت و تجوید و حلقات حفظ روان بکنیم. میدانیم که در 9 ماهی که فرزند ما به مکتب میخوانه از علم دین چیزی یاد نمیگیره. هفته 1 ساعت قرآن دارن، هفته 1 ساعت علوم دینی دارن. او هم یا معلم نیه یا معلم یک مهارت خاصی داره یا نداره یا زحمت نمیکشه. بناهن به این 3 ماه تلاش بکنیم برای فرزندان خود یا معلم خصوصی بگیریم، معلم خانگی بگیریم، یا فرزندان خود به مسجد به دست امام و اینها، که همین 3 ماه بتوانیم قوه علمی شرعی و قرآنی فرزند خود را تقویه کنیم. این بود سروران عزیز و بزرگوار ارتباط به مسئله تعطیلی های زمستانی که بعضی از فرزندان من و شما تعطیل شدن، بعضی در این هفته تعطیل میشن. نگذاریم که به این 3 ماه زمستان اینها بیکار بگردن و به این 3 ماه زمستان سر کوچه و بازار و اینها بگردن، و نگذاریم که با دوستان نااهل این طرف و اون طرف برن، خصوصا در این شرایط که گفتیم فتنه و فساد از هر طرف میباره. باید که همه ما و شما کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی، همه ما مسئولیت داریم. خدای تبارک و تعالی اولادهای همه ما و شما را اولاد صالح بگرداند. خداوند برای همه ما و شما توفیق عمل عنایت بفرمایه. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم. و جاویدان بشریت به امت خود قانونی گذاشته است و فرمودند اصحاب النجوم فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم،
یعنی اصحاب من مانند ستارگانند، بر هر کدام اقتدا کنی هدایت میشوی. دوستان عزیز، صحبت بنده ارتباط به شناخت صحابه جلیل القدر رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشد. صحابه با چه کسی گفته می توانیم؟ بله، صحابه با کسی گفته می شود که رسول الله صلی الله علیه وسلم را با ایمان کامل دیده و با ایمان از دنیا رفته باشد. اصحاب رسول الله دارای خیلی و صفات و ستوده و امیره بودند که هیچ انسان نخواهد توانست بیان کند. دوستان عزیز و سروران گرامی، فرق اصحاب موسی با اصحاب محمد چیست؟ چرا اصحاب موسی اینقدر تعریف نشدند؟ چرا خداوند جل جلاله در قرآن عظیم الشان به جاهای متعدد فرموده است من از اصحاب محمد راضیم و آنها از من راضی هستند. فرق اصحاب محمد و اصحاب موسی این است که در یک جنگ‌های که حضرت موسی امرا به اصحاب خود روان شد، زمانی که جنگ شروع میشد اصحاب موسی میگن فاذهب انت ربک فقاتلا انا قاعدون، یعنی برو ای موسی تو به خدای تو ارجو با هم با دشمنان خود بجنگیم. مایان در اینجا می نشینید، ما دوست نداریم کشته شویم، ما دوست نداریم که فرزندانمان یتیم شود، ما دوست نداریم که زن و اولادمان بی سرپرست شود. اما صحابه رسول الله که برای رسول الله میگن ای محمد عربی سر و جانم فدایت، پدر و مادرم فدایت، اگر به آسمان بروی به دنبالت می آییم، اگر دستور دهی به قهر زمین من می رویم. اصحاب محمد به کفار چه می گوید؟ ای کفار ملحدین متوجه باشید امان طوری که شما مال فرزند را دوست دارین، ما پیروان محمد شهادت را دوست داریم. دوستان عزیز، این هست فرق اصحاب موسی و اصحاب محمد. همچنان صحابه دیگری به نام ابو دجانه که در غزوه احد 70 تیر میخورد و میگذارد که یک تیر هم بر جان نازنین رسول الله صلی الله علیه وسلم بخورد. این است عشق و علاقه نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم. سروران عزیز، حضرت حنظله یکی از جمله آن حضرت صلی الله علیه وسلم که در غزوه احد زمانی که خبر شکست مسلمین به حنظله میرسد، شب عروسیش بود، میخواست غسل کند که با خود گفت اگر من غسل کنم دیر خواهد شد، حرکت نکند من میاد به میدان جنگ. چنان باراد مهدی و شجاعت می جنگد که ناگهان از طرف کفار مورد حمله قرار میگیرد و جام شهادت را می نوشد. صحابه فکر می افتند که آیا را غسل دهید یا خیر. جبرائیل می آید به محمد صلی الله علیه وسلم میگد ای محمد ملائکه را غسل دادند. سعید می گوید که من دیدم از بوهای انزل آب می چکید. حضرت سعید سلمی صحابه‌ای دیگری رسول الله صلی الله علیه وسلم روز عروسیش بود، به بازار می آید تا لباس عروسی و جایزه آماده کند. ناگهان صدای این مظلوم رسول الله می شنود که صدا می زند ای اهل الجهاد، به شتاب مسیح جهاد، به شتاب مسیح تک تک شدن، به شتاب مسیح کشته شدن در راه الله. سعید پولی را که برای خریداری لباس عروسی آورده بود یک اسب شمشیر می خرد و جهاد می رود در میدان جنگ. چنان باراد مردی و
دلاوری می جنگد که ناگهان از اسب می افتد و جام شهادت را می نوشد. رسول الله صلی الله علیه وسلم می آید، سرش را بالا می کند، اول می گریند، بعدا می خندند و روی خود را از سعید این شهید پاک می گردانند. صحابه این کار را حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که اول گریه بعدا خنده و روی خود از سعید بود می پرسند. رسول معظم اسلام می فرمایند گریه من از این بود که چرا این جوان به آرزوی خود که عروسیش بود نرسید. خندم از این بود که سعید از جنت از همه نعمتهای جنت بر خود دار بود. روی خدا گشتندم که دیدم هزاران نور به استقبال سعید به تماشای آمده بودند. روی خدا گشتندم که نکنه زن سعید بیاد من او را ببینم. پس عزیزان من ببینید که اصحاب رسول الله چقدر عشق و علاقه به محمد صلی الله علیه وسلم به جهاد و مرده و شهادت داشتند که عروسی آخرت را و عروسی دنیا ترجیح میدادند. پس سروران گرامی، موافقت من و شما در این است که ما همراه و رویشان تربیت یافتگان و مکتب رسول الله صلی الله علیه وسلم را در پیش بگیریم. وما علینا الا ان البلاغ. در آخر دعا میکنید پروردگارا ما را هدایت کن، خدایا ما را بیدالی عنایت کن، خدایا در روز قیامت ما را شفاعت رسول اکرم ما را محروم نگردان. خدایا کشورهای اسلامی را از چنگال دشمنان اسلام نجات بده، علل خصوص فلسطین عزیز و مسجد الاقصی را، بالاخص افغانستان عزیز ما را. خدایا امنیت سرتاسری در کشور ما بیاور، خدای منتفع خدمت اسلام اینت فرما. الهی تو آن کن که پایان کار تو خوشنودی باشه ما رستگار، آن کن که فردا در روز حشر تو ناخشنودی باشه ما شرمسار. الهی به عزت تو خوارم مکن، مجرم گناه شرمسارم مکن، مرا همین شرمساری پیش تو بس یا الله، دیگر شرمسارم مکن نزدیکت یا الله. الهی به جوانان مسجد صدیقی، عدل فاروقی، عیا عثمانی، شجاعت ایدری نصیب فرما. ما علینا البلاغ المبین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. خدا به تماس خدا به بیش